پیرو اهدافمون تو صفحه اینستاگرام ما یه سری مجموعه برنامه براتون آماده کردیم که توی قسمت اولش رو اختصاص دادیم به گلدوزی. از آقای دهقان دوست عزیزم دعوت کردیم توی این برنامه برای ما سوالاتمون رو که گنگ و شفاف نیست توضیح بدن و اطلاعات ازشون کسب کنیم. ایشون سالها توی نمایندگی تاجیما تو ایران فعالیت می‌کردن و متخصص نصب و راه‌اندازی ماشینات گلدوزی هستن. خب محمد جان خیلی خوش اومدی. بزرگواری. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی. امیدوارم که بتونیم نکات خوب و جذابی برای دنبال کنندگان این صفحه داشته باشیم. ان شاءالله. در خدمتم. آقا از اینجا شروع کنیم که یه توضیح درباره خود گلدوزی ما بده که اصلا چند تا تایپ داره، بعد مخاطباش چند مدلن، یعنی چند سطح مخاطب داره، بعد همینجوری بریم جلو تا قشنگ شفاف کنیم قضیه. بفرمایید. اولا اینکه خیلی ممنون که ما رو دعوت کردی. قطعا اینجا جای کساییه که خب از ما هم قدیمی‌ترن هم خب این رو حساب دوستی و رفاقتی که من با شما دارم. بله شما واسه من تو اولویت بودین. سلامت بشی. ان شاءالله که بتونیم پاسخهایی بدیم که به درد دوستان بخوره ان شاءالله. از نظر طیف مخاطبی که دستگاه گلدوزی داره چند بخشه. یک کسایی که به صورت کارخونه‌ای کار میکنن، صنعتی کار میکنن و واسه تولید خودشون دستگاه نیاز دارن. یه سری ها هستن که به صورت بازاری کار میکنن و تولید کارخونه ها رو روشون گلدوزی میزنن، یعنی خدماتی کار میکنن. و یه سری هم هستن که شخصیه، یعنی بیشتر واسه اینکه یه کاری رو بخوان کاستوم کنن، کار بزنن و خیلی تعداد کاری که میشه مزونیا کسایی که شخصی کار میکنن. درسته. تو این سه تا دسته کسایی که با دستگاه گلدوزی کار میکنن تقسیم میشن. بسیار عالی. آقا ما توی قسمت اول، یعنی بخوایم اگه سرفصل باز کنیم، تو سرفصل اول یه توضیحاتی به ما بدین درباره خود ساختار چرخ. ما چند مدل چرخ گلدوزی داریم از لحاظ ساختاری، از لحاظ اسکلت. از نظر ساختاری یه سری که دستگاه قدیمی هم، خب دستگاه بازویی بودن، اونا تقریبا منسوخن دیگه الان. آره تقریبا منسوخن، ولی حالا گوشه کنار داره. ما توی خیاطی هم یه همچین چرخایی داریم، یعنی شباهت بازویی. بخوایم بازویی رو کامل باز کنیم میشه نمادوزای امروز چرخهای خیاطی، نمادوزای صنعتی توی همه زمینه ها هم یعنی استفاده میشه ازش. توی کاپشندوزی، توی شلوار جیندوزا مخصوصا، توی پیراندوزی ازش استفاده میشه. سیستمش انگار که ما چند تا کله نمادوز کنار هم گذاشته بودیم، اینا رو با هم دیگه سری کرده بودیم و اینا با هم دیگه یه استارت میزدی، همشون یه تهریه میدوختن. بعدش دیگه میاد سراغ از نظر ساختاری ها، یعنی بازویی بوده، میز ثابت و بعد شده شفت. بله دستگاه شفت 15، شفت 18، میز ثابت و میز متحرک. یعنی از نظر ساختار دستگاه به این سه تا دست تقسیم می‌شده. واسه ما باز می‌کنی میز ثابت چه فرقی با میز متحرک داره؟ ببینید شما میز متحرک یه سری مزایا داره که شما میتونید حجم بدوزید، یعنی میتونید باهاش کلاه آماده بزنید، باهاش میتونید تیشرت آماده بزنید، باهاش میتونید ساک دستی آماده گلدوزی کنید. یعنی رو حساب پوزه‌ای که داره منظورت؟ آره میز کامل از روی اون شاسی بیرون میاد، تخته نداره، تخته دیگه نداره و بهتون حالا شما تو کار خودتون یه پوزه مانم میگین بهتون میده که این حجم میره داخلش و کار میره داخلش. آره یعنی باز بغلش کارگاه داره، کارگاهش مختلفه، کارگاه کلاش، کارگاه کیفش. این پوزه‌ای که ما میگیم همون قسمتی که دقیقاً شفت پشت کمپلت روش سواره و کار داخل میره و شما میتونید هر جوری که خواستین گلدوزی بزنید دیگه. ما میزه کاری نداریم روی چرخ کلا یه دونه پوزه است و کار میره داخلش. ما بیشتر ولی خب بیس کار گلدوزی روی میزای ثابته، چون ریل داره که خدماتی کار میکنن. بله چون جلو ریل داره، کیفیت فرم بالاتره، قدرت فرم بالاتره. قطعاً بله. خب آقا
ما اصل موضوعمون، اصل داستانمون اینه که ما فرض مثال بگیریم که این سه تا تایپی که گفتین گلدوزن، یعنی با گلدوزی سر کار دارن، کسایی که صنعتی کار میکنن، کسایی که خدماتی کار میکنن، کسایی که مزونی کار میکنن. ما بیایم دونه دونه آیتم با آیتم واسه اینا باز کنیم. اینا میخوان فرض کن برن دستگاه بخرن، هیچ اطلاعاتی هم راجع به گلدوزی ندارن. یه کارخونه داره پوشاک تولید میکنه، امروز نیازش که بره یه دستگاه گلدوزی بخره. این بخواد کار تمیز در بیاره، اصلا بره چه دستگاهی بخره، بخواد نمیدونم کار معمولی در بیاره، فقط بخواد تیراژ داشته باشه بره چه دستگاهی بخره، مدلاشو ما بگو، ابعاداشو ما بگو، تا همینجوری بریم دونه دونه جلو. بعد بیایم واسه خدماتی‌ها رو بگیم، بعدم واسه کسایی که دارن کار مزون انجام میدن، کاستومه. ببین بهترین پیشنهادی که میشه کرد بله. که قبل از اینکه بخوام برن دستگاه بخرن، حالا اون کسایی که خدماتی دارن کار میکنن یا نسل قبلشون دستگاه داشته یا قبلا خودشون اپراتور دستگاه بودن بعداً دستگاه خریدن، اینا بحثش جدا. خب ولی واسه کسایی که کارخونه دارن و واسه کسایی که مزون دارن میخوام برن تو این صنعت، یعنی چرخو تهیه کنن، یه سری باید بشینن تحقیقات برای خودشون انجام بدن. بله. که ببینن آیا میصرفه چنین هزینه‌ای بخوان انجام بدن یا یه موقع از شما بدون دردسر مثلا 200 تا کاربرش زدی، 400 تا دونه کاربرش زدی که گلدوزی میخوره. درسته. یه سری اصلا مثلا گلدوزی نمیخوره، چاپ میخوره، دوخت ساده میخوره. درست. 200 تا دونه کار زدی، 400 تا بخوای به خاطر اون 200 تا دونه 400 تا دونه بخوای بری دستگاه بخری، نه قطعا نمیصرفه. چون اگه بخوای بری دستگاه بخری باید مکملای بغل دستگاه، ملزومات بغل دستگاه رو هم بری تهیه کنی. اصلا برات نمیصرفه. فضا باید واسه اختصاص بدی. فضا تا بعد یه کسی داشته باشی برات طراحی کنه، کار کنه، اینا نمیصرفه. درست. ولی اگر نه دائم تو این چرخه، حالا مثل خود شما که دارین کار میکنید دائم میرین جلو، بله دستگاه میصرفه. اون چیزی هم که تو ذهن شماست رو براتون اجرا میکنه. خیلی هم عالی. کسایی که مزون هم دارن همین داستانا، یه موقع میبینیم باید ببینیم اون کاره اصلا میصرفه بخوام برن این کارو کنن، چون اصلا بیرون خدماتی اون کارو انجام بده. آره خدمات، ولی چون تعداد کار پایین تره قیمت توی چیزش تاثیر میذاره، توی اجرا کار تاثیر میذاره. آقا ما الان اینجوری بهتون بگم که تقریبا این سه تا آیتم باز کردیم که شما اگه بخوایم چرخ بخریم چه جوریه، شرایطش چجوریه. شما میگین که حتما بیاین تیراژ رو نگاه کنیم، نوع کار رو ببینیم اصلا ارزش داره، چون الان مبلغش هم مبلغ قابل توجهیه تقریبا. و اینکه شما بخواید یه عددی رو بذارین کنار بابت این قضیه، شاید بتونید مثلا یه خط تولید پوشاک را بندازین. اصلا به غیر از خرید دستگاه شما چند تا لاین دیگه بغل این باز میشه، نگهداری دستگاه هست، سرویس دستگاه هست، ملزومات دستگاه هست، نرم افزاری که بخواید باهاش کار کنید هست، همه اینا تاثیر داره. درسته. خب محمد جان یه زحمت واسه ما بکش، بیا از سری اول چرخایی که الان ببین. خب ما اینجوری بهت بگم که ما بخوایم بگیم، ما یه سری چرخای ابتدایی داشتیم مثل زانش که اصلا قبل تاجیما بود، آلمانی. به سن ما نمیخوره، یعنی شاید به سن پدر منم نخوره، در این حده. بعد اونا ژاکارد دوز بودن، یعنی ژاکارد می‌خوردن، فیلم اصلا فیلمی نداشتن به صورت نوار بود. آره نواره این کارو می‌کردن، نوار بهش می‌گفتن ژاکارد. بیایم از چرخایی که الان تقریبا توی بازار باهاش میشه کار کرد، یعنی از FT شروع کنیم، FT سبز، FT سفید و همینجوری بیایم بالا تا چرخای مدل بالایی که 2022 2023 داره ارائه میشه توی بازار. ما اینجوری بریم جلو. به ما از FT سبز و سفید شروع کن توضیح دادن ببینیم. ببین FT سفید که اصلا یه دستگاهی که مورد علاقه گلدوزاست، مخصوصا گلدوز قدیمی‌ها. آره مخصوصا قدیمی‌ها، دستگاه سخت کوش بدون ادا و اصول. فقط یه ایرادی که داشت بعضی از FT‌ها موتور قیچی‌هاشون مشکل داشت. ما یه تغییر داشت. خب FT مدلش پایین‌تر از FCN، ما FCN داشتیم، FCN هم خیلی تمیز بود، لا کاغذی بود، لا ضرر. جدا میگم حالا خارج از خودی اونایی که چرخ دیدن میدونن، مخصوصا خودت حالا تو تیکه دوست داری ما بندازی. اما این میگه آقا FCN رو بپوش FT سفید بگیر، من با FT سفید هم بقیه قشنگ‌تر میگیرم، هم راندمان کارم بالاتره. آقا مگه میشه همه میرن رو به جلو ما برگردیم عقب؟ آقا بگی چیکار داری تو؟ من مگه کار نمیخوای؟ اون دوستمونم حالا FT سفید از چه سالی بوده تا چه سالی گفتی؟ FT سفید 1996 بوده. خب می اومده جلو تا 2001.
خدمت عرض کنم 2000 آخرای 2000 یعنی افتی داشتیم که موتور قیچیاش 2000 خب موتور و 2001 آخرا و اوایل 2001 اوایل 2001 هم بود. اوایل 2001 آره. موتور قیچیاش از حالت چرخ‌دنده‌ای تبدیل شد به موتور قیچی سربو. اینو باید دوستان بگیم که توی تاجیما وقتی میاد چرخ رو تولید میکنه یه پلاکی میچسبونه روی چرخ، تمام اطلاعات رو میزنه و سال تولید و کنارش ماه تولیدم میذاره. این که میگیم این که ما به دقیق میتونیم بگیم که اوایل 2001 به خاطر اینکه رو پلاکش خورده مثلا 2001 بعد خب میخوره طول عرض ارتفاع همه چیش میخوره. بله خب بعد میاد دیگه دستگاه‌های که دیگه همه چی راحت میشه تو این دوره. حالا با افتی سفید، افیکس سفید هم بوده، افیکس سبز هم بوده که میاد جلوتر که افیکس حالا میزش متحرک بوده، بله افتی میزش ثابت بوده. یعنی دو لاین موازی اومدن با هم تولید می‌شدن و ارائه می‌شدن. افیکس به خاطر نوع فرم و نوع بردایی که داشته بخیه‌اش به شدت ظریف‌تر و قشنگتر از افتی بوده، ولی سوسول‌تر هم بوده. اما بله هم سوسول‌تر بوده، همین که مشکلات برقی که داشته زیاد کسی سمتش نمیرفته. از یه طرف نازک نارنجی اصلا افتی اف ایکس کلا نازک نارنجی. اف ایکس مثلا تایپ 5 اوکی بوده، می ثابت شده، بعد همه چی یعنی اومده این افتی شده. آره همه چی میزه این بازی خورده، ولی بردا ساختار اذیت کننده بوده. آره تو اف ایکس. خب بعد اف ایکس و افتی دیگه میشه شاه چرخ دیگه، یعنی امپراتور، یعنی اصلا دنیای تاجیما رو کلا عوض کرد. یه چندین سال اومد تایپش از 2001 اگه من دارم میگم شما باید بگید 2000 شروع میشه، 2000 FGN وارد بازار میشه ولی تابلوش مثل تابلوی FT استاندارد بوده ولی کلگی ها و داخل بیس کلگی ها کلی تغییرات داشته. موتورای خدمت رو عرض کنم که فرم کلی تغییرات داشته، اما تابلو همون پنل افتی بوده و یه سری جزئیات ریز که بعد آقا FGN از چه سالی شروع شد تا چه سالی استوب کرد؟ اینو ما بگو اول. FGN از 2000 شروع شد تا 2016 دیگه استوب کرد. FGN 2 میشد. نه خود FGN اونم ادامه FGN دیگه، فقط تایپش FGN خالی تا چه سالی بود؟ یعنی FGN تا 2000 خدمتتون عرض من 13 شو دیدم تا 2014 بعد FGN 2 اومد. بله 2014 من اینو دوباره دیدم. آره میره تا 2016 که دیگه مثلا کلا داستان عوض میشه. توی خود این لاین 2001 تا 2013 که FGN معمولی بوده اصلا دیگه FGN 2 نبوده، باز دوباره کلی یه سری تغییرات داشته. اون تغییرات ما سال به سال میگی چیا بوده؟ ببین از 2000 که همون تک مدلش بوده، بعد از 2001 تا 2003 تک مدل منظوره که تابلوش استاندارد بوده. بعد دیگه البته اینم بگم اون زمان تکنولوژی این بوده. بله. بعد که دوباره هی تکنولوژی بروز شده هی تغییرات ایجاد شده. از 2001 تا 2003 شفتش 15 بوده، تابلوش پنلش تصویری شده، تاچ شده، شما دیگه میتونستی دوخت رو توش ببینی کجاست، کجا دوخت زده، تا چه مقدار رفته، تعداد سوزن، تعداد کاری که در اومده خیلی راحت تر شده بوده، دیتیلش راحت تر شده بود. از 2004 تا 2007 شفت دستگاه شد 18 و کلگی ها فرم همون، فقط پنل دستگاه تبدیل شد به پنل لینوکس. بله. نسل قبل خودش CE بود، این یه سری حالا مشکلات داشت، هنگ میکرد، چابکتر شد. آره. نسل بعدش که اومد به شدت سرعت انتقال داده ها بهش بالاتر رفت، سرعت کار کردن. مثلا یه ایرادی که تو اون FGN C بود این بود که شما بعد یه مدت مثلا
40 تا طرح میریخت. این 40 تا طرح مثلا مجموعش بود 50000 سوزن، مثلا 100000 سوزن. شروع میکرد سنگین شدن، سنگین کار میکرد، دیلی داشت، اصلا کلافه میکرد. تو صفحه طرح بخونی حداقل مثلا با 5 دقیقه وایس. یعنی این طرح خوندن و طرح دادن و نمیدونم افست گرفتن و رنگ بندی دادن شاید نزدیک 10 دقیقه رو زمان میبرد. اما توی به قول معروف لینوکس این اتفاقات دیگه رفته. بعد میگم دیگه بازم هی تکنولوژی پیشرفت کرده، تاجیما اومده دوباره چیکار کرده؟ اضافه کرده. این مثلا از سی اومده رو لینوکس. خب از لینوکس به بعد خب الان تا 2007 میشه لینوکس. لینوکس جذاب بوده توی اون سری. آره. بعد از 2008 به بعد اومده به غیر از این که تابلو لینوکس بوده سرعت بالا بوده، فرمش دقتش بیشتر شده، نوع موتورایی که رو فرم گذاشتن قوی تر بله. و دقت بیشتر شده. شفت همون شفت 18 مونده، با این تفاوت که رنگ بندی دستگاه تو نسل‌های قبل‌تر یعنی قدیمی تر هم استپ استپ بود، یعنی از یک می‌خواسته بره 9 1 2 3 اینجوری استپ همه سوزنا رو باید پشتش رد می‌شد تا میرسید اون سوزن. خب از 2007 به بعد یه سیستمی روی رنگ بندی اومد که بهش گفتن سیستم لاین. یعنی دیگه نیاز نیست شما اگه بخوای بری 9 2 رو ببینه، 3 رو ببینه، 4 رو ببینه، مستقیم از 1 تا 9 با یه سرعتی رد میپرید، از 1 میرفت مستقیم رو 9. آره رو 9. این تغییراتی بوده که روش اعمال شد. پس تا اینجای کار یعنی ما انگار FGN 2001 تا 2009 که حالا الان داریم راجعش صحبت می‌کنیم هم تابلوش خیلی ارتقا پیدا کرده، سرعتش رفته بالا، یعنی تابلو هم پنل چپ هم شفتش قطورتر شده و در نهایت سیستم تغییر رنگش هم خیلی سرعتش بیشتر شده. شما مخصوصا سیستم فرمش هم قوی‌تر شده. سیستم فرمش هم قوی‌تر شده. شما توی کارهایی که قیچی زیاد داره مجبور رنگ بندی عوض کنین، به شدت این تغییر رنگ لاین، موتور تغییر رنگ لاین به چشمه، به وفور شاید شما یه راندمان 10% اضافه میکنه. چون ناخواسته پرسنل همون پرسنل، چرخ همون چرخ، شرایط همون شرایط، ولی شما ناخواسته راندمانتون 10% اضافه شده. خب آقا کاراتونم ژاپن از 2009 به بعد تا 2013 دیگه تقریبا سبک یکی بوده. تقریبا سبک یکی، فقط آپشنای دستگاه تغییر کرده. مثلا نسل قبلش پولک بادی بوده، بعدش شده پولک برقی بوده. که حالا راجع به آپشنات در ادامه صحبت حتما باید صحبت کنیم چون خیلی جذاب میکنه این قضیه رو. توی همین سالا تاجیما اومده یه لاین میز متحرک هم داشته به اسم MX. بله. MX میشه تقریبا ارتقا یافته FX. یه لاین دیگه هم داشته بعد ارتقا، یعنی دنبال FX میره. یه لاین دیگه هم داشته به اسم FSN. بله. راجع به FSN هم به ما بگو، راجع به MX هم به ما بگو. FSN که از سال 2007 هستش. اولین سریش 7 هستش. بله. تمام آپشنایی که یه FGN کامل داره رو پیچ تا پیچ داره. بله. تابلو لینوکس شفت 18 کلگیاش فقط لاین نیست، مدل قدیمیاش، مدل جدیداش لاین شده. یعنی از 2007 بوده انگار که مثلا تتمه هر چی مونده تو FGN معمولی رو آوردن دادن تو چی اینو ببینید چی. مثلا 2008 بعد که دیگه لاین شده، FSN هم لاین شده. فقط تنها فرقی که داره اینه که قطعات FSN اسمبلش توی چین بوده. همین. خیلی هم عالی. MX گفتم ارتقا یافته FX بوده. خب کلگی اومده تغییر کرده شده FGN. خب موتورهای فرم قوی تر شده، اما تنها داستانی که داره اینه که نوع تابلوش فرق میکنه. تابلو تصویری هست ولی المانای دکمه‌های انگشتی هم داره، کامل تاچ نیست. درست. ولی سرعت انتقال داده، سرعت طرح تا چه سالی بوده MX تا 2013 هم دیدم. حالا MX 2 میشده دیگه. بله. MX 2 میشده. ما بخوایم تا اینجای کار بگیم بیس چرخایی که زیاد وارد ایران شده و زیاد بوده، تقریبا میشه گفتش که FGN بیشترین چرخی که تو ایران هستش و هنوزم استقبال میشه ازش. FGN و FT آره. خیلی FT در ابتدا که اصلا این مقام اول FT بوده، یعنی بله. دست FT بوده پرچم. بعد اومده FGN. این سال‌های اخیر FGN تعدادش خیلی زیاد شده. شاید من بهتون بگم به جرات که
30% چرخهای تاجیمایی که تو ایران هست افشینه. لوازمش به وفور پیدا میشه، هم میتونید از شرکت بگیرین، هم هستن دوستایی که دارن خدماتشو لطف میکنن واقعا دارن میدن. حالا ما افشین 2016 رو گفتیم، امیکس هم گفتیم که 2014 به بعد که میشه افشین تو دیگه. بله ما حالا چون لاین افشین بود من میگم افشین. منتهای مراتب از سال 2013-14 به بعد تاجیما میاد یه حرکتی میزنه. گفتم خودکارتون ژاپن. بله گفتیم. تاجیما میاد یه حرکتی میزنه. میاد کلا سیستمو چیکار میکنه؟ عوض میکنه. میاد کلا میره رو فاز الکترونیکش رو قوی میکنه و از فاز مکانیک در میاد. حالا محمد جان لطفاً ما توضیح بده توی این دوره که اومده یه تغییر اینجوری، یه پوست اندازی اینجوری کرده، چیا رو رونمایی کرده، چه چرخایی رونمایی کرده، چه فرقی با دوره‌های قبلی داشته و اینکه چه تغییری اومده توی صنعت گذاشته. ببین اگه بخوایم تاثیرگذاری این الکترونیک رو ببینیم میشه چرخ‌های TMAR، یعنی FGN2 هم حالا مثل نسل قبل خودش بوده تقریبا، با این تفاوت که یه ذره از نظر فرمی و از سال 2016 هم از نظر پنل تغییرات داشته. پنل قدیمی ها یه خورده مثل این تلویزیون قدیمی ها بود که لامپ داشته، اینا پنل جدید LCD مانند شده بود. درسته. و تخت شده بود. اما تاثیر الکترونیک و کیفیت رو شما میتونید روی چرخ TMAR تاجیما ببینید. با اینکه خیلی ها نسبت بهش گارد دارن و میگن چرخ ضعیفیه، اما به شدت از نظر دوخت. ببین محمد نمیشه گفت چرخ ضعیفی، اصلا نمیشه این حرفو زد. نه اینی که من دارم میگم میدونی آمیانه. بله چون با FGN دارم با FGN با F 24 ساعت کار میکنن ولی با TMAR شما یه چیز بیشتر نمیتونن. و یه چیزم بگم متریالش نسبت به چرخ‌های قدیمی ضعیف‌تر شده، یعنی اصلا این جزء بازار کاسبی شده. نه تمام دنیا اصلا قرار نیست. ببین این TMAR تو اون سالی که رونمایی شده FGN2 هم بوده، اصلا قرار نبوده که کار FGN2 رو بکنه. بله یه کار چون هم قیمتش سبک‌تر بوده، هم تعداد کله‌هاش پایین‌تر. مثلا انگار که زده بودن اینا رو برای کسایی که کار مزون دارن میکنن، کار خاص دارن انجام میدن. ببین شما با TMAR میتونی کانوا هم بدوزی، یعنی یه آپشن داره پایش عوض میشه، میتونی کانوا بده بدون نیاز به اینکه بخوای آپشنی روی دستگاه اضافه کنی. الان شما اگر بخوای یه کار شنل بزنی، خب دستگاهی که حالا مثل دستگاه TMCE مثل TLMX که دستگاه شنل گلدوزی هستن، یعنی گلدوزی داره بین کله ها حالا شنل داره، TMAR با همون پایه‌ای که داره گلدوزی میزنه با پایه بغلیش میتونه نخ کانوا بزنه. این خیلی آپشن خوبیه. با همون پایه‌ای که داره شما برات دوخ میزنه میتونه ارتفاع بهش بدی، برات کارو بیاره بالاتر، زیرش فوم بذاری بیاره بالاتر. نسل‌های قبلم این کارو میکنه، خب یعنی فوم میده ولی فشار میاره. بله. مثلا شما اگه یه فوم 3 میل 4 میل که حالا بعضی از تولیدی ها مخصوصا روی مثلا دورس، روی کلاه، روی یه سری کارا فوم میذارن، درسته؟ موقعی که پایه میخواد بیاد پایین، پایه جوری تنظیم میشه که اندازه فاصله پایه تا فاصله صفحه اندازه یه دونه پارچه باشه. یه دونه پارچه، یعنی مثلا بگیم آقا 1 میل فاصله داره که فقط اندازه یه پارچه که پارچه زیرش تکون نخوره. از اون برم پارچه رو جمع نکنه. بله. که دوخ بزنه. حالا شما میخوای این ارتفاع رو بهش اضافه کنی. درسته. زوری که پایه میاره همون زور اولیه است که داره. اصلا صدای فوم‌دوزی رو چرخ دیدی تفت صدا میده. بله. بعد به مرور زمان چه اتفاقی میفته؟ به مرور زمان تمام قطعات داخل کلگی آسیب میبینن. سر کلاژ گرد میشه. یعنی کلاژ. بله. پایه لغو میشه. کلاژ کارش توی چرخ اینه که اگه چرخ خواست بهش فشار بیاد، واسه اینکه شفت نپیچه، واسه اینکه از تنظیم در نیاد، کلاژ بشکنه. وقتی کلاژ بشکنه دیگه اصلا انگار چرخ هرز کار میکنه، انگار هرز. بله. حالا جنس اینا رو مثلا
واسه همین پلاستیک میذارن زودتر اگه فشاری به چرخ اومد اون بشکنه که نخواد قطعات دیگه. اگه کلاژو فلزی میکردن یعنی این برمیگشت فشار رو میآورد، یعنی نه این اب بین میرفت نه پایه اب بین چرخ کلا قرض. شما الان مثلا یه کلاژ بخوای عوض کنی مثلا ان تومن هزینه شه، شما اون موقع بعد کلی مبلغ هزینه می‌کنی دوباره از اول چرختو. بله شاید اصلا به خود قسمت اصلی چرخ هم فشار میاد. بعد TMAR این آپشن اومده دوباره به دستگاه اضافه کرده. درسته که داریم راجع به الکترونیکش صحبت می‌کنیم که اومده موتورای اضافه کرده که یه موتور پایه رو میاره پایین، یه موتور میل سوزن رو میاره پایین، یه موتور کلاژ درگیر میکنه. یعنی شما میتونید به TMAR دستور بدی که آقا مثلا من فوم 4 میل دارم میذارم زیر کار، پایم اندازه 4 میل بیاد پایین دیگه نره تا ادامهشو سوزن بره تو کار. درست. این یعنی خودش اصلا یه تحول. بله. اون کسایی که حالا فوم دوزی کار میکنن، اون کسایی که گل دوزی رو تخصصی میرن جلوتر، واسه شون یه آپشن بسیار بسیار عالی که متاسفانه کم تا چه سالی تولید شده بود گفتی؟ TMAR هم داره تولید میشه، هنوز هم داره تولید میشه. خیلی تاجیما دیگه مثلا این نسل آخر هنوز جمع نکرده، یعنی همینجوری کنار TMAR مثلا TMCR اومده. خب TMCR میشه میز ثابت، درسته؟ میز ثابت میشه انگار که ادامه FGN2 از بعد اینا وسط حرف TMAR یه آپشن دیگه داره، اینی که TMAR میزش متحرکه اما موقعی که بسته میشه عین میز ثابت میشه. یعنی وقتی میخوای میز ثابت شما هم میتونی باش کاره یعنی دوخته شده بزنی یا کارایی که بله حالا دستگیر کلاه باش بزنین، ولی بخواید میز ثابتش هم کنین از قسمت جلویی هم شما یه ریلایی توی محور X دارین، تو محور Y از بالا به پایین داره، توی محور Y. بله درست از تو محور Y دارین از بالا به پایینه و تقریبا همون خروجی میز ثابت رو به شما میده. یعنی اما جلوی کار قفل میشه تکون نمیخوره. بله بی نهایت میشه. اما در کل این چرخ میز متحرکه، یعنی اصلا اون قابلیت اصلی که میز متحرک داره رو داره. بله. بعد کنار اینا مثلا TMCR اومده. خب چه آپشن ببین TMCR یه سری از موتورایی که TMAR داشته نسل قبلش بوده یه سریاش حذف شده جدا، یعنی اومده به خاطر حالا اون پیچیدگی TMAR که داشته اومده یه سریاش کم شده و دوباره مکانیکی شده، تبدیل شده آره به نسل‌های یه خورده قبل‌تر از خودش. درسته. بعد بغل کلگیاش راهنما نخواش یه سری جزئیات دادن که دیگه شما نخوای بری پای تابلو مثلا پایتو بدی پایین یا قیچی بزنی، شما یه جایی مثلا کارت خراب شده یا گیر کرده شما میتونی اعمال فرمان تو از همون بغل کلگی بهش بدی، قیچی بالا پایین از بغلی نری تا پای تابلو، تا پای پنل نخوای بری که دوباره اجرا. تو من پیروز پیش یکی از دوستان بودم، ایشون چرخ چینی داشت. بله. بعد ایشون چرخ چینی خودشون چیز میکردن. بعد گفتم که آره آقا ما یه آپشن توی تاجیما داریم اینجوریه. گفت اگه تاجیما داره که 100% ما داریم. گفتم آره آقا به چین میشه، به چین گفت که آقا یه مثلا دکمه بذار سر سالن، من قیچی زیر رو از سر سالن بزنم. بله خب این تو چرخ چینی مثلا تاجیما خصلتش اینه، یه آپشنی اگه میذاره خیلی میاد اینو رو حساب کتاب و روی اصول میذاره که بعداً به چالش نخورن، یعنی بعداً دردسر نشه این آپشن. بله. خب بعد کنار اینا دیگه TMBP، TMCP که میشه تقریبا ادامه FSN میشه، یعنی نسل FSN چینیه. آره TMBP، TMCP. خب TMBP تقریبا میشه چرخی که کلگی نه 12 کله داره، 15 کله NTMCR فقط مدلش عوض شده. TMCP چند کله است؟ من فکر کنم TMBP تک کله است ولی آپشنال TMBP هم داره. آره TMBP هم داره. بعد دیگه که میاد نسلی که حالا جدیداً تاجیما داده بیرون و کلی هم آپشن خفنی داره روش از نظر دید من، حالا شاید واسه بقیه جذاب نباشه، اینه که توی راندمان کاری، یعنی موقعی که شما میخوای هم منظومات مثل نخ استفاده کنی، تو نسل قبلی ولومای دستگاه که واسه تنظیم نخ بله که بدوزه دوختتا تشکیل بده دستی شما شلو صفر میکنی. اون ولوما دستی بوده تا نسل 20 همه دستی.
موقعی که این دستگاه تولید شده TMZ بله تعداد کلگی محدودی داره، اکثرا هم مثلا 2 کله و 4 کله داره، یعنی سفارش میدن باش کار میکنن. این اومده ولوما رو حذف کرده. یعنی شما موقعی که نخ از روی سینی نخ داره میاد تو مسیر نخ، میاد توی یه دونه فنر میفته که شما این فنر رو از روی تابلو میتونی شلی و سفتی نخ رو تنظیم کنی. این تو چرخهای خیاطی هم هست، این تنشن رو شما میتونین دیگر رو تابلو دقت خیلی میره. شما این معلوم نیست که این یه دوری که میچرخونی بله همه کله چقدر دست نمیاد، ولی این کار باعث میشه که کل کلگی‌ها دوخت یه دست بهتون تحویل بده. محمد جان یه زحمت بکش. شما تا از سال 94 96 تا به امروز تاجیما رو گفتی، چرخایی که امروز روز توی ما تعداد البته میگم این نسل جدید خیلی کم و انگشت شما رو قیمت‌های خیلی بالایی داره. شاید شما با هزینه یه چرخ نسل جدید شما بتونید 10 تا کله چرخ مثلا FGM بخرید. بله دقیقاً. به خاطر همین حالا FGM که نه FT بخرید، ولی به خاطر همین ما خیلی فوکوس و زوممون روی دستگاه نسل جدید نیست. یعنی هر چی گفتیم فوکوسمون تا سال 2014 تا 2015 نه نهایتا 2016. اما اینکه توی این حین ما یه سری دستگاه‌های آپشنال داریم، پولک نمیدونم قیتون دوزی، شنل، نواره. یه توضیح کوچیکم ریز بده که بریم سراغ آیتمای بعد که خیلی کار داریم با هم دیگه. آپشن شنل و آپشن پولک از سال همون 2001 داره و همین بروز میشه. نسل اول شنل که اگه بخوایم نام ببریم، نسل قدیمی داره، یعنی کله سبز داره، اینا داره، ولی خب انگشت شمار توی ایران هستش. ولی دستگاه TMCE دستگاهیه که به عنوان دستگاه شنل اکثر کسایی که خدماتی کار میکنن میشناسنش. بله. کلگی ها مثل FGM مثل FT بین هر کله یا این کلگی صاف نیست، زاویه داره، بعد فنر فنتولی سنسور نخ نداره. بله. و تمام چیزهایی که به یعنی یه FT داره اینم داره. ولی با این تفاوت که تابلوش فرق میکنه، تصویری نیستش، استاندارد نیستش، یه تابلو جدیدتریه. خب بعد خدمتتون عرض کنم که یه دونه بین گلدوزی‌ها یا آپشن اضافه شده به اسم شنل که بین هر کله چرخ گلدوزی یک کله هم ما به صورت خیلی یک کله شنل داریم. بله یعنی مستقل فقط شنل میزنه، اصلا کار دیگه نمیکنه، مثل پولک و بقیه آپشنا نیست، واسه خودش یک کله جداگونه داره. بله. که ماکون و کمپلت نمیخوره و نخ کاموا، حالا به اصطلاح کاموا مشابه کاموا که از زیر صفحه میاد و بالا قلاب میشه و هم دیگه و نه پایین میاد بالا یه قلابی داره. از بالا قلاب میاد، هی اینا رو برمیگردونه تو هم میدوزه. یعنی شما اگر قفل بخیه اول کار نظری آخر کار نظری شما نخو بکشی کامل میاد. عین گلدوزی نیست که کمپلت بیاد گره هی بله گره نداره، قلاب تشکیل بده. توی خیاطی هم همینو داریم ما. خب بعد ما یه آپشنی داریم مثل پولک دوزی هم 2 نسل داره. یعنی یه نسل که بادیه، خب با کمپرسور باد کار میکنه که این خودش یه سری ایرادات داشته. بعد نسل جدید که اومده شده برقی، یعنی 2007 به بعد تقریبا. قبل از اون ما پولک داشتیم ولی از 2007 به بعد 2001 شما پولک داشتیم تا درسته. بعد میشه پولک برقی که شما میتونید 4 تا سایز مختلف با 4 تا رنگ مختلف، چون فکاش دوتاییه و به طور همزمان، یعنی این کارو بزنه قیچی بزنه بیاد این چون در آن باید روی یک کار میتونید 4 مدل پولک استفاده کنید. بله پولک بزنید و برقی هم هستش، آسانسوری میره پایین آسانسوری میاد بالا و باعث میشه که تنظیماتی که روی دستگاه انجام دادی از بین نره و به هم نریزه. ولی نسل قبلی چون با کمپرسور باد با فشار باد کار میکرده، هر چقدر می‌خواستی تنظیم کنی، حتی مثلا ما از این شیرای قابل تنظیم بادم واسش نصب کردیم، ولی موقع نشستن و برداشتن اون ضربه‌ای که میزده به مرور اون تنظیم در میومده، پیچ شل میشده، قیچیه یه جا گیر میکرده
یه مشکلات این چنینی داشته. ولی خب این آپشن پولک آپشن نیست که بخواد جدا باشه. بغل کلگی بسته میشه و با همون پایه گلدوزی براتون پولک رو اجرا میکنه رو کار. خیلی هم عالی. خب راجع به قیتون دوزی و نواردوزی اینا ما صحبت می‌کنیم. قیتون دوزی هم TLMX داریم دستگاه و اینکه اینم عین شنل یه کله جداگونه بین خودش داره. شخصی مال آره که TLMX که دو تا خدمتتون عرض کنم که جا داره که شما میتونید روی این جاها یا نوار یا قیتون ببندی. موقعی که چرخش ایجاد میکنه نخ بالا که داره میاد بغل این نوار رو میگیره، مخصوصا واسه نوار وسط و واسه قیتون بغلا رو میزنه که کار رو فیکس میکنه. زیرش هم کمپلت داره و این دوخته، چون داره نخ بالا میاد دوخت زده میشه، قلابو تشکیل میده. دیگه ما چرخ آپشنال چی داریم؟ آپشنال یه دونم هستش که انگشت شمار TLFDه که بین هر کله لیزر داره. اون که دیگه فکر کنم در حد 4 5 دونه بیشتر توی اونم نیست، در حد 4 5 دونه هم نیست. آره که اونو کلا یه نفر داشت تو ایران که حالا ما بالا سرش میرفتیم و کاراش انجام میدادیم. اونم زیاد از آپشنش استفاده نمی‌کرد، چون ابعاد بزرگی داشت، به خاطر ابعادش بیشتر درسته خریده بود و کار میکرد. محمد جان، ما راجع به خود گلدوزی توضیح دادیم، راجع به چرخ‌ها و ساختار چرخ‌ها صحبت کردیم، راجع به مدل چرخ‌ها از سال 1996 توضیح دادیم تا به امروز. یه آیتمی که خیلی جذابه به نظرم از خود چرخ مهمتره، آیتم نرم افزاره. یه توضیح کوچیکی هم راجع به نرم افزار ما بده که اصلا چه نرم افزارهای کاربرد داره، بعد کدوماش مرسوم‌تره و در ادامه کدوماش هم حرفه‌ای‌تره. نرم افزار کلا بخش مهمی از گلدوزیه، یعنی اول نرم افزاره بعد دستگاه گلدوزیه. چون شما تمام ایده هایی که داری رو اون نرم افزار رابط بین کاربر و دستگاه پردازش میکنه و انجام میده. یه نرم افزار داریم که دیجیه که مال خود شرکت تاجیماه. بعد نرم افزاری که تو ایران خیلی استفاده میکنن و متاسفانه حالا قفل شکستش هم هستش، ویپرو. بله. که به شدت نرم افزار محیط ساده‌ای داره و راحت‌تره و رابط کاربری راحت‌تری هم داره و گلدوزا عاشقه. بله اصلا من به جایتون میگم که 90% گلدوزا امروز روز دارن با ویپرو کار میکنن. یه خورده پیشرفته ترش که حالا آپدیت شدهش باشه. آره آی کلیک اومد که اصلا مورد استقبال زیاد قرار نگرفت، خیلی چی میگن هنگی داشت، خیلی اصلا کرش میکرد. درسته. زیاد مورد استقبال قرار نگرفت آی کلیک، ولی نرم افزاری که به شخصه خود من خیلی دوستش دارم و اکثر کسایی که حالا اینو میگم این نباشه که مثلا نسلی که با ویپرو داره کار میکنه کارش حرفه‌ای نیست، نه، ولی ویلکام یه نرم افزاریه که به شدت شما میتونید توش خلاقیت به کار ببرید. بله. یعنی آپشنایی که داره، ابزاری که بهت میده، شما میتونید کلی یه خروجی خوب ازش بگیری. عالی بی‌نهایت. و نرم افزار کاملتر از اینا بخوای، نرم افزار پالسا که اونم به خاطر قیمت بالایی که داره زیاد. کسی از ایران ازش استفاده کنه؟ پالسو من ندیدم، ولی اگه بخوایم درصدی بگیم شاید مثلا سهم ویپرو 60-70% باشه، خب سهم ویلکام مثلا 10% باشه و یه سری نرم افزارها هم هستن که تحت نه محمد یه چیزی شما بگم، ما دو تا مخاطب داریم واسه نرم افزار، این دو شخصیت استفاده. یکی خود گلدوزان، بله، یکی کسایی که طراحی میکنن به صورت شخصی، فقط کارشون طراحی، اصلا گلدوزی نمیکنن. معمولا خود گلدوز ویپرو استفاده میکنم. من هر گلدوزی که دیدم میگم سلام علیکم ویپرو. نه هستش، ویلکام هستش، میگم کمه، خیلی انگشت شمار. اون کسایی که واقعا شاید 10 نفرم نباشه. شاید 10 نفرم نباشه. اما من اگه از ما مثلا جمعیت گلدوزمون نمیدونم 10,000 نفر باشه، ما 5,000 تا چرخ گلدوز داشته باشیم، حداقل 4,700 نفرش دارن با ویپرو کار میکنن. بله دقیقاً. خب بعدش هم یه نرم افزاری که حالا تو این چندین سال اومدش و اصلا مورد استقبال هم قرار نگرفت،
نرم افزار مایا بود خب که شما بهش طرح میدادی برات خروجی خودش میداد. میگفت که آقا مثلا اینجا یه طرح باید مثلا تاتاین بخوره، اینجا ساتین بخوره، اینجا جامپ بخوره. تکنیکای گلدوزی مشخص اجرا میکرد، خروجی بهت میداد. یعنی شما بهش پی دی اف میدادی یا مثلا ایمیج میدادی؟ اونو میداد، بعد یه ادیت بهت میداد که اگه خواستی دوباره تغییرات بده که مختص خود مایا بود، درسته؟ نه اسم نرم افزار مایا. اسم نرم افزار. یه مایا هم داریم که دست گلدوزی نه، ولی اسم این نرم افزار درسته مایا بود. آقا ما تو مرحله بعدی یه راجع به ملزومات صحبت کنیم. ما ملزومات رو به چند دسته باید تقسیم کنیم. یعنی اگه بخوایم بگیم که ملزومات گلدوزی چی، در ابتدا سوزن، بعد نخه، بعد لایی، نایلون، چسبه. ما اگه بخوایم آیتم با آیتم صحبت کنیم، اول باید راجع به سوزن صحبت کنیم. شما بگین که ما سوزنایی که تا حالا تو ایران استفاده میشه ارگان هستش، بیسش ارگانه، بله، و کروز. خب که حالا ارگانو بیشتر کسایی که حالا دستگاه گلدوزی دارن استفاده میکنن. درسته. حالا سایز بندی مختلف داره که میاد رو 9 دارن رو دستگاه گلدوزی استفاده میکنن تا سوزن 16 که حالا باش کار چرم میزنن، کار لی میزنن، نسبت حالا به اون پارچه‌ای که دارن استفاده میکنن. درست. سایز سوزن‌ها تغییر میکنن. بعد از سوزن میشه نخ. حالا اون نخایی که وارد ایران شده مز آلمان بوده که وارد شده که الان خیلی کمه. بعد یه سری دوراک ترکیه اومد که به شدت نخ با کیفیت بود و تا همین چند وقت پیش که تاجی ما نمایشگاه می‌داشت از همین دوراک ترکیه استفاده می‌کرد. به شدت رنگ بندیش کامله و تایپ‌های مختلفی و نخ به شدت با کیفیت. بله. شما اگرم دستگاه مدل قدیمی تر باشه هم خروجی لازم میگیره، کیفیت دوختی که چون داره خروجی لازم میده. بعد دیگه نخهای چینی هست، یه سری نخهای ایرانی هست مثل اطلس، مثل طاووس. درسته. بعد دیگه میاد میشه نخ دوخت که معایبش بیشتر از مزایاشه. همین پلی‌استرای میشه $40 که شما دوخت رو بهت خوشگل، پر و توی دیتیلی که داری از دور نگاه میکنی تریک زده رو قشنگ نشون میده، اما معایبی که داره پر از پرزه. تمام پایه ها، تمام بین واشرات، تمام روی خود نخ، روی خود دستگاه پر پرز میشه. درست. و این پرزا بعداً هی جمع میشه و بین پایه ها فاصله میندازه، واشرات بینش فاصله میفته. حالا بعد که شما روغن کاری میکنین پرزا جمع میشه، مثل نمد میشه. این سری داستانا رو داره، ولی خب اون کیفیت مستهلک میکنه. دقیقاً. بعد اون کیفیت دوختی که بهت میده میچربه به تمام این معایبی که داره. آقا ما چند مدل لایی داریم؟ لایی آبشور داریم که قیمتش بالا، حالا خیلی استفاده نمیشه. کارهای زنانه و لباسای شب مصرف میشه. شما میتونی بعد اینکه روش دوخت زدن با آب بشوری، پهن کنی و فقط خود نخ گلدوزی بمونه، چیزی زیرش لایه حل بشه تو آب. بله. و بعد لایه کاغذی قدک که شما حالا بهش قدک میدین توی گلدوزی‌ها. لایه کاغذیه که بعد از اینکه استفاده میکنن به راحتی پشت کار کنده میشه. حالا چند مدل دیگه لایه‌های دیگه هم هستش که حالا تو بازار هستش، اما بیشتر همین لایه لایه کاغذیه که داره درست استفاده میشه. آقا نایلون ما فکر کنم یک دو مدل هم نایلون بیشتر نداریم. آره نایلون هم همین مدل. نایلون هم یه نایلون آبشور داریم که همین مثل نایلون مثل لایه آبشور با آب شسته میشه، حل میشه، حلالش آبه. و نایلونای ضعیف‌تر و کلفتر داریم که حالا کلفتر رو یه سری تکنیکایی داره و همه جا استفاده نمی‌کنه. درسته. این لایه‌های 24 این نایلونا 24 ساعته، یعنی زیر فرم میمونن. بعد شما با چسب میز یه سری تکنیکا داره که میزنی که هی نمیخوای نایلونا عوض کنی. درسته. همون میمونهش، هی فقط کارو میذاری برمی‌داری، کارو میذاری. حالا این دیگه میره تو جزئیات تکنیک کار کردن و تکنیک اجرا کردن. خیلی عالی. آقا آیتم بعدی چسبه. ما چند مدل چسب داریم، روش استفادهش هم ما بگو.
ببین الان چسبه که حالا مثلا قبل‌تر استفاده می‌کردن چسب ماتیکی بود، چسب پیو بود، چسب حالا یه برند ایرانی بود اون رو استفاده می‌کرد. چسب اسپری بود. چسب اسپری بود. شد 99 بلوبردش میشد 99 میشد که این خودش کلی معایب داشت. پودر چسب بلند میشد رو پایه ها میچسبید. بله. مثلا کلی لای سوراخ سوزن میچسبید. بله. که اصلا باعث پارگی بیشتری میشد. ولی این اواخر یه چسبی اومده حالا هم صنعتیش هست هم دستیش. غیر از رنگ شما با پیسوله باد یه مخزن داره توش میریزه و بالا چسب اسپری میکنه. آره این از نظر اقتصادی خیلی به مقرون به صرفه. آره خیلی به کسایی که دارن درسته خدماتی کار میکنن واسهشون میصرفن. خیلی هم عالی. آقا ما اینو گفتم جا خوندم. بله اونو گفتیم. آقا یه جمع‌بندی نهایی کنیم و آخرین آیتمیه که ما یه سری چالش توی گلدوزی داریم. چالش‌های آموزشی داریم و چالش‌هایی داریم که اصلا یکی بخواد یه کارگاه گلدوزی بزنه نمیدونه باید اول در ابتدا با اینا درگیر بشه. این بازار کار شاملشه، عرض به خدمتت که محیط خود گلدوزی شاملشه، نگهداری خود چرخ شاملشه، آموزش اپراتور، آموزش طراحی شاملشه. یه توضیحات ریزی هم اگه بشه راجع به این مسائل ما بدید. متاسفانه ما توی ایران بله توهین نباشه ولی ضعف آموزش داره. بله. یعنی بدون اینکه حالا این ضعف آموزش توی کسایی که حالا کارخونه دارن خیلی بیشتره تا کسایی که دارن خدماتی کار میکنن. تو خدماتی ها نسل به نسل میچرخه. یعنی اگر بخوان یه اپراتور چرخشون رو عوض کنن حداقل یه ماه، یه هفته، 2 هفته نفر جدیدی که میخواد بیاد کنار این اپراتور کار میکنه. یه سری چیزا، یه سری دیتیل‌های اولیه رو دست به دست میچرخه. ولی کارخونه داره اینجوری نیستن. یه دفعه میری هر هفته مثلا با چند تا کارخونه که دارم چیکار میکنم و شما هم ازش مستثنا نیستی، اینه که هر هفته به خاطر حالا مجبوری، به خاطر نوع کاری که دارن میکنن اپراتوراشون عوض میشه. درسته. و خود همین هر هفته که نه، حالا شاید نه جایی هست که من حالا اسم نمیتونم بیارم ولی هفته‌ای میچرخونن. یعنی کسی که تو اون مجموعه داره کار میکنه ولی اپراتور چرخ گلدوزی نیست، صرفاً که چون امروز مثلا فلانی نیومده شما بیا برو جاش وایسا. درسته. دوباره مثلا 3 روز 4 روز اون میمونه، دوباره میچرخونن شکلی. همین باعث از همین بچهای مجموعه خودشون جابجا میکنن. همین باعث آسیب زدن به چرخ میشه. شاید حالا این جالب باشه یه جا بوده که 2 کله بوده، هر نفر با این کله کار میکنه. نه 2 کله بوده. خب یه چیز خیلی مشخصی که دستگاه داره الان، یعنی یه نفری که نمیدونه چیه بیاریش نخ پاره کنه سنسور قرمز میشه. بله. یعنی شما میفهمی که آقا این کلگی یه مشکلی داره که قرمز میشه. بعد کد میداده، هی استارت میداده، کد میداده. بعد زنگ زدم من 2 کله، نمیگم که تعداد کلگی بالا که مثلا معلوم نباشه و اینا. زنگ زدم که آقا ما هر چی استارت داریم میزنیم دستگاه 291 میده. کد 291 مال پارگی نخه. بله. گفتم بابا شما 2 کله بیشتر نداری، 1 کله نخ پاره شد. آره راست میگی 1 کله نخ پاره شد. خب یعنی این ضعف آموزش رو میخوام بگم. آقا راجع به محیط گلدوزی هم به من میگی که آقا چه جوری باید باشه، یعنی حالت متعالیش چیه؟ از لحاظ نور، از لحاظ نگهداری. خب ما اینو میدونیم که چرخ گلدوزی چرخ حساسیه، محیط نباید مرطوب باشه، محیط نباید زیاد کولر آبی نباید داشته باشه اونجا. راجع به اینا یه توضیح ریز بده و راجع به اینا یادم تو پیجتون میگه راجع به نور و راجع به صدا یه چیز خیلی کاملی گذاشته بود. بله یه چیزی گذاشتم واسه خیاطی، اما خب این گلدوزی هم از این بله صدق میکنه. کارگاه‌های ایران متاسفانه خیلی تجهیز نیست، تمیز بودن و شاید مثلا بگم 60% رعایت نمی‌کنن. بله. ولی یه سری کارگاه هم هستش که بی نهایت مرتب، منظم و دارن کار میکنن و قطعا اونا دستگاهشون خیلی دیرتر به مشکل میخورن. درسته. یه سری ها هستن شاید خیلی خنده‌دار باشه به خاطر اینکه کار روغنی نشه
به دستگاه روغن نمیزنن. یعنی شما دستگاه داره یه چیز میکانیکی داره کار میکنه، 2 تا فلز داره با هم دیگه درگیره. بله. اینو روغن نمیزنن که یه پارچه روغنی نشه، که واسه روغنی شدن اون کلی ابزار اومده. اسپری اومده، روغن رو شما میزنی روغن رو خودش جذب میکنه. نه اسپری نخواستی، الان یه جایی اصلا پودر بچه ها مرسوم قبل اسپری پودر بچه قبلش آرد بربری استفاده می‌کردن دیگه. خیلی گلدوز بودن اونا. نه اصلا توی خیاطی استفاده می‌شد آقا. ولی در کل مثلا به خاطر اینکه نخوان اون روغن رو بزنن، به چرخ روغن نمیزنن. بله. یه جا بوده من رفتم کمپلت‌های دستگاه قفل کرده چون راهکاری نکرد. اصلا خشک. اون یه قانون داره خیلی قشنگ، شما میتونید یه سری بچینین اصلا به نیت اینکه روغنی بشه. تمام دستگاه تاجیما خب تمامشون از نسل قدیم تا نسل جدید یه دونه بروشور برچسب داره روی بدنه که بهتون توضیح داده کجا روغن بزنید، کجا رو گریس بزنید. بله. که بعد ساعت‌ها هم هستش که آقا مثلا کمپلت شما، حالا این توی کتاباش بیشتر هستش، بله. آقا کمپلت شما حداقل باید هر 3 ساعت یه بار روغن کاری بشه، چون دائم در حتی میزان اینکه چند سی روغنم برسه بهش هم هست. یعنی چند شما یه کمپلت مثلا چند یه سری آپشنات دستگاه تاجیما هستش که حالا به عنوان آپشنش روغن اتومات. بله یه مقصد روغن داره خودش سفارش بدین، به کمپلت هم میرسونه اونا. آره. هم هد داره هم کمپلت داره. خیلی هم عالی. آقا شما تقریبا یه توضیحات خیلی کامل و جامعی به ما دادی، یه لطف بزرگی در حق ما کردی. خیلی ممنون ازت که بودی کنار ما. انشالله که بتونیم ویدیوهای کاملتر توی برنامه بعدی انشالله که راجع به این چیزا حالا سوال پیش اومد بتونیم دوباره انشالله بگیریم. آقا ممنون ازت. خواهش می‌کنم. زنده باشی. خدا